خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود آغاز میکنیم با ادامه درس قبلی استاتوس بار خواندیم، تمام تنظیماتش هم کار کردیم. با خیر در درس امروز خود میاییم بالای تولبار دراو. در تولبار دراو در بخش دراپ داونش کلیک کنین. این قدر کامنت ها و ابزارهای دیگه در اینجا موجود است. این میتونین از بخش بالا در بخش مینو بار بالای دراو کلیک کنین. اینجا بیاین همو ابزارها کلش در اینجا موجود است. یا را میتونین از این دو روش پیدا کنین. میتونین از شارکت هم یا را بیارین. خب این بخش ها خلاص است. میاییم از بخش پایین این بخش ها رو امروز میخوانیم. اگر وقت داشتیم یک آفست هم میخوانیم. به خاطر که درس ما کمی جالبتر بیاید یک شکل کار میکنیم که در شکل تمام اینمی ابزارها رو چی کنیم استفاده کنیم. میبینیم صفحه چی است؟ درافتینگ است. به خاطر که یک شکل کار میکنم یونیت خود ببینم. دسیمل است، صحیح است. یک کمک داتا یم به چه باشه متر و خلاص. اوکی، لیمیت خواندیم. یک لیمیت تعیین کنم. لیمیت چرا میگه؟ محدوده کاری تا تعیین کن. میگه چند تا چند، میگی نقطه صفریش باشه مثلا صفر، از صفر شروع شود، کوردینات صفر انتر تا با کجا میگه باشه؟ سایه ما بره اگه 1000 میتیم برش 1000 در 1000 انتر زید اسپیس ای اسپیس. این سایه ما اومد. میم از بخش بالا اینجا رو گفتیم که اچه یک بار دیگه هم کار کنیم. اینجا با کار میکنیم. خب از اینجا شروع میکنیم. در اول چی داریم؟ اسپلاین فت. لاین چی میگه؟ لاینی که نرم ترسیم شود. در اینجا آورده اسپلاین فت، یعنی اسپلاینی که با نقاط یک جا باشه، یعنی در خط خط نقاطش چه شود؟ تشکیل شود. بالاش یک کمک صبر کنین. مشخصاتش هم در پایین براتان میگه که شارکتش چی است، برای چی استفاده میشه. بالای کلیک کنین.